مطمئن باشید پوست سفید و روشن ارثی نیست صرفاً. هر کسی که پوست شفاف و روشنه قطعاً این چند تا کار رو انجام میده. مثل خود. اولیش هر هفته یک بار اسکراب قهوه. بعدی این ماسک خونگی که بلافاصله بعد از استفاده روشنی پوستتون رو به وضوح میبینید. مخصوصاً برای نواحی تیره، دور لب، دور چشم و جای جوشان. ویدیو رو سیو کن که یادت نره. آب لیمو و شیر خشک رو ترکیب می‌کنی و نشاسته ذرت، گلاب، ژل آلوورا و کمی قهوه اضافه می‌کنی. به نظرم فقط یک بار امتحانش کنید. در مورد قرص‌های سفید کننده پوست ازم می‌پرسید. چون تجربه‌ای نداشتم، پس توصیه نمی‌کنم. به جاش می‌تونید از قرص جوشان ویتامین C، محصولات پوستی که داخلشون ویتامین C داره استفاده کنید. نکته مهم بعدی استفاده از ضد آفتاب هر روز و در هر شرایط. و در نهایت استفاده از کرم لیفت و جوانساز آراکسین. کرم شب خفن که خاصیت روشن کنندگی هم داره. کرم رو از پیج آراکسین تهیه کنید.